رئیس آجیل کشور گفته که 2/3 آجیلا مونده رو دست مغازه‌دارا و فقط 1/3 مردم خریدن. ما فکر می‌کردیم امسال کم بشه خرید آجیل، ولی دیگه نه اینقدر. چیکار کنیم الان ما؟ الان اینو گفتیم ما یه اتوبوس جمع شدیم میایم ازت آجیل بخریم. چیکار می‌تونیم بکنیم؟ آقا نداریم. عقصد که اینجوری نیست بگیم امسال نخریم. پول نیست. آقا سیاه‌سفیدش کن یه لحظه. مردم پول ندارن آجیل بخرن. رنگیش کن دوباره. همین یه تیکه رو فقط واسم که سیاه‌سفید بگیم. به خدا فقط آجیل هم نیست، ما اصلا شرمنده شما این واقعا. پیش رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار هم ما شرمنده میوه نمیتونیم بخریم. پیش اداره نمیدونم امور آبزیان و دام و طیور هم ما شرمنده این گوشت و ماهی و مرغ نمیتونیم بخریم. چیکار باید بکنیم؟ ما اصلا پیش همه شما شرمنده. اصلا من یه لیستی آماده کردم آقا از جاهایی که ما پیش شرمنده ای. من عذرخواهی کنم اینجا از طرف مردم ایران. آقای شورای عالی فضای مجازی شرمنده که ما وی پی ان رایگان استفاده می‌کنیم، وی پی ان پولی نمیتونیم بخریم. ببخشید. از بنیاد